دادگاه نویه کویبش شهر سانت پتربورگ روسیه قرار روسپاتربنادزور در مورد به فرودگاه پولکو راه ندادن امین نام شهروند تاجیکستان را به دلیل گرفتاری ویروس ویچ انگیزنده بیماری قتال سپید بودنش درست شمارید. در این باره روز 27 آگوست سال 2024 تلگرام کانال خدمات مشترک مطبوعات دادگاه سانت پتربورگ خبر داد. امین در دعواش به دادگاه گفته بود که او در وقتش در روسیه گرفتار ویروس شد. به این دلیل بود و باش او در این کشور غیر مقبول دانسته شد، ولی بیماری او خطرناک نبوده. او سر وقت تبوت گرفته ایستاده است و تمام چاره‌های مقرر شده جهت پیشگیری از پنشوی این ویروس را رعایت می‌کند. ولی از بس که خویشاوندان نزدیکش از جمله پدر و مادر و برادرش شهروندان روسیه اند و در پتربورگ زندگی دارند، از حق عیادت نزدیکانش محروم کردن وی تبعیض‌آمیز بوده، حقوقش را پایمال می‌کنند و مانع زندگی او با حال خانواده‌اش می‌شوند. امین نوشته است درباره اینکه وقت سفر به روسیه را ندارد. روز 27 میو سال 2023 وقتی خبر یافت که در فرودگاه دوشنبه میخواست با هواپیمای راهی پتربورگ سوار شود. بر اساس مواد پرونده 8 نوامبر سال 2017 وقتی که امین در پتربورگ به سر میبرد، در بدن او ویچ انگیزنده بیماری سپید را آشکار کردند. 5 یونیو سال 2018 در مورد نامقبول بودن بود و بوش او در قلمرو روسیه به دلیل در بدنش وجود داشتن بیماری برای جامعه خطرناک قرار قبول کرده شد. اداره روسپاتربنادزور به سراغ امین در سانت پتربورگ نامه رسمی در این باره فرستاده است، ولی از بس که امین را در آن سراغ نیافتند، نامه به روسپاتربنادزور برگشته آمده است. بنا به اطلاع مرکز پیشگیری از سپید شهر کونیبادوم، امین از 2 ماه سال 2018 در این اداره در قید دیسپانسری قرار داشته تبابت آنتی ریتروویروسی میگیرد و به این دلیل او از لحاظ اپیدمیولوژی خطر ندارد. مقامات روسیه در حالت استثنایی به افراد گرفتار ویروس ویچ در صورت در روسیه زندگی کردن خویشاوندان نزدیکش حق زندگی در روسیه را میدهند. اما دادگاه گفت با وجود در روسیه به سر بردن پدر و مادر و برادرش قرار قبول شده، در مورد نامقبول دانستن بود و باش امین در قلمرو روسیه ضد قانون نیست، چون که همسر و فرزندان او همه به مثل خود امین شهروندان خارجی اند. دادگاه گفت گرفتاری به ویروس ویچ یک بیماری عمربود است و شخص گرفتار این ویروس همه وقت میتواند منبع پنشوی این ویروس شود. گفته شده است که هرچند تبابت آنتی ریتروویروسی تنها زیاد شدن ویروس را منع کرده او را از مرگ نگاه می‌دارد، ولی خطر این ویروس را پورا از بین نمیبرد. دادگاه نویه کویبشف به این دلیل دعوای امین را رد کرد و به او اجازه سفر به روسیه را نداد. در تاجیکستان از سال 1991 تا دکمبر سال 2023 در عموم نزدیک 16,000 نفر گرفتار ویروس ویچ ثبت نام شده. از این شمار بیش از 4,300 نفرش الکی وفات کردند.